در جمهوری اسلامی ما 200,000 طلبه در حین آموزش دزدی و مفتخوری داریم که دولت بابت هر کدومشون ماهیانه 10 میلیون تومان کمک هزینه پرداخت میکنه. 10 میلیون تومان ضرب در 200,000 نفر ضرب در 12 ماه میشه سالی 24 تریلیون تومان. 24 12 تا صفر جلوش. دقت کنید این عدد فقط مختص آموزش طلبه هاست، نه اونایی که فارغ التحصیل شدن، دزدی های بزرگتر میکنن، انقلاس‌های های عظیم میکنن و دستشون تو آرنج تو جیب مردمه. این مربوط به کمک هزینه مسکن، خرید عباب و عمامه، کمک هزینه رفت آمد هم نیست. این قسمت کوچکی از پول من و توئه که به اینا پرداخت میشه که برن روی منبر و تو رو نصیحت کنن، بگن تو این دنیا نخور که تو اون دنیا خدا بهت اجر بده، تو نخور که ما بخوریم. حالا تصور کن اگر ما به جای این 200,000 موجود مفتخور 200,000 تا گاو بیشتر پرورش میدادیم، شرایط لبنیات کشور ما بهتر نبود؟ اگر ما به جای این 200,000 مریض جنسی 200,000 گوسفند بیشتر پرورش میدادیم، سفره ما ایرانی‌ها رنگین تر نبود؟ اگر ما به جای این 200,000 دزد به درد نخور ما فقط 2,000 تا سگ زنده یاب داشتیم، در شرایط زلزله، آتش سوزی، جان ما ایرانی‌ها امنیت بیشتری نداشت؟ قضاوت با تو.